درود دوستان، وقتتون بخیر. من نادر برادری هستم. امروز با معرفی یک سرویس جدید به نام کریپتو آنلاین در خدمت شما هستم. خیلی از دوستان که در بازار ارزهای دیجیتال فعال هستند علاقمند هستند که دیتاهای ارزهای دیجیتال رو به صورت آنلاین در پلتفرم متا تریدر 5 در اختیار داشته باشن تا بتونن از اندیکاتورها یا اکسپرت های خاصی که دارن بتونن توی این محیط استفاده کنن یا کلا با محیط متا تریدر 5 برای تحلیل خیلی راحت‌تر هستن. این سرویس برای این دسته از دوستان طراحی شده که بتونن این نیازشون برطرف بشه. برای تهیه این سرویس دوستان شما به راحتی میتونید وارد سایت شیراز نوویو بشید، بخش فروشگاه همه محصولات، و بر روی این سرویس کلیک بکنید. این سرویس به صورت ماهیانه و سالیانه ارائه میشه. کلا سرویس های آنلاین چون که به هر حال هزینه سالیانه سرور دارن، به صورت نامحدود و دائمی نیستن، ولی شما به راحتی میتونید ماهیانه، 6 ماهه و 1 ساله این رو تهیه کنید. صرفا نیاز به یک کد لاگین متا تریدر 5 دارید. حتما دقت کنید که از مفید تریدر استفاده نکنید، به خاطر اینکه خب به هر حال میدونید مفید قطع شده و هر لحظه ممکنه اکانتاش حذف بشه. خیلی راحت میتونید روی هر متا تریدری که حالا بازار فارکس یا بازارهای دیگر رو دارید دنبال میکنید از همون کد لاگین استفاده کنید، و یا حتی میتونید به صورت در واقع متا تریدر 5 رو به صورت خام از لینکی که در این صفحه قرار داده شده شما دانلود بفرمایید و اون یک حساب اکانت دمو بسازید و اون لاگین رو برای ما ارسال بکنید. اما کاری که این برنامه دوستان برای شما انجام میده این هست که کلیه دیتای جفت ارزهای صرافی کوکوین رو در بخش بازار اسپاتش رو به صورت آنلاین برای شما وارد متا تریدر 5 میکنه و شما از کلیه امکانات داخل این برنامه میتونید استفاده کنید. مراحل کار به این شکل هست که شما بعد از تهیه این سرویس بلافاصله فایل سرویس در بخش حساب کاربری شما قابلیت دانلود داره که یک فایلی هست به نام cocoinonline.exe5. این فایل و شما باید زحمت بکشید و این فایل رو کپی بکنید در فولدر متا تریدر. همواره دوستان برای دسترسی به فولدر متا تریدر در خود برنامه متا تریدر از منوی فایل اوپن دیتا فولدر رو بزنید، وارد پوشه MQL5 بشید و وارد پوشه سرویسز بشید. تو این بخش باید اون فایلی رو که به این شکل هم هست cocoin-online، این فایلی که از سایت دانلود کردید رو باید اینجا کپی بفرمایید. بعد از اینکه این فایل رو کپی کردید دوباره وارد متا تریدر میشید. در بخش نویگیتور اگر این بخش رو ندارید از منوی ویو به راحتی میتونید نویگیتور رو فعال بفرمایید و شما بعد از اینکه فایل رو کپی کردید کافیه روی بخش سرویس کلیک راست بکنید، رفرش رو بزنید تا اسم سرویس رو بتونید در متا تریدر ببینید، یا اینکه میتونید یه بار متا تریدر رو ببندید و باز کنید تا اسم سرویس اینجا اضافه بشه. اولین کاری که باید انجام بدید این هست که دوستان شما اول باید وارد منوی تولز آپشن بشید و از تب اکسپرت ادوایزر یک تیک این پایین هست که نوشته الو وب ریکوست. این الو وب ریکوست رو شما باید تیک بزنید و 2 تا آدرس رو حتما باید به این لیست اضافه بکنید. این به علاوه رو روش دبل کلیک که بکنید به راحتی میتونید تایپ بکنید. 2 آدرس، یکی cdn.shiraznowav.ir هست و یکی api.cocoin.com هست. این 2 تا آدرس رو باید اضافه بکنید و اوکی رو بزنید. بعد از این کار کافیه که بر روی سرویس کلیک راست بکنید، اد سرویس رو بزنید. حالا ممکنه این صفحه اول برای شما باز بشه که ورژن برنامه نوشته شده و شما میتونید تب اینپوت رو انتخاب کنید که خب حالا توضیح میدم که این تنظیمات چی هستن. به محض اینکه اوکی رو بزنید میبینید سرویس شروع به فعالیت میکنه و الان نمادهایی رو که من در بخش مارکت واچ هم قبلا اضافه کردم مثل فانتوم، مثل کیک، مثل بیت کوین، مثل کاردانو به صورت لحظه‌ای برای من اینها رو آپدیت میکنه و شما میتونید تغییرات قیمت رو
اینجا ببینید. برای اینکه روند و فرایند برنامه رو ببینید کافیه تو بخش تول باکس، باز اگر تول باکس رو ندارید از منوی ویو میتونید تول باکس رو فعال بکنید، تب اکسپرت رو اگر بزنید کلا فرایند کار سرویس رو شما میتونید ملاحظه کنید. میبینید به صورت لحظه‌ای این دیتا ها داره آپدیت میشه. من حالا اگر یه چارت خام مربوط به بیت کوین رو باز بکنم شما میتونید این دیتا ها رو ببینید. یه نکته خیلی مهم دوستان، دیتا ها از تایم فریم دیلی به بالا در دسترس هستن، یعنی دیلی، ویکلی و مانسلی، و دیتا های تایم پایین رو در اختیار نداریم به این دلیل که خب ممکنه خیلی سرعت برنامه بیاد پایین. به این دلیل ما اونها رو اضافه نکردیم. ولی برای کسانی که خب میان مدت و بلند مدت کار میکنن کاملا این سرویس کار راه انداز هست و به راحتی و بدون دغدغه دسترسیشون رو به دیتای ارزهای دیجیتال فراهم میکنه. حدود 1270 جفت ارز رو دوستان اینجا ما داریم. شما به راحتی برای اضافه کردن هر نماد کافیه تو بخش مارکت واچ کلیک بکنید و اسم اون ارز رو مثلا مثلا من الان یونی رو میزنم، یونی یو اس دی تی، میبینید اینجا هست، اضافهش میکنم و میتونم نمودار یونی رو داشته باشم. میبینید تا تایم ماهیانه هم در دسترس هست و حسن بسیار خوبی که داره شما این نمودار رو دوستان با همه اندیکاتورها میتونید استفاده کنید. مثلا اگر نوبیکار هستید میتونید از کش پلاتر استفاده کنید که بسیار ترکیب خوبی هست که شما آنلاین به کش دیتا ها هم دسترسی دارید و آنلاین هم آپدیت میشه. یا اینکه میتونید اگر الیوت کلاسیک یا هر تکنیکال کلاسیک روش دیگه استفاده میکنید میتونید از اکسپرت نمودار لوگاریتمی استفاده کنید و نمودارها رو به صورت لوگاریتمی در بیارید، به صورت نسبی رسم کنید، یا اینکه هر تایم فریم بالای روزانه ای رو که بخواید به صورت دلخواه اینها رو میتونید خودتون بسازید، مثل 3 ماهه، مثل 6 ماهه، مثل 2 هفتگی و اینها کاملا در دسترس هستند. و میگم هر اندیکاتور دیگه ای رو هم که شما در محیط متا تریدر داشته باشید میتونید بر روی اینها اضافه بکنید. در خصوص تنظیمات برنامه اگر بخوام خدمتتون بگم دوستان، اگر بر روی خود سرویس کلیک راست بکنید و پراپرتیز بگیرید 3 تا بخش خیلی ساده داره. بخش اول تنظیمات به‌روزرسانیه که در واقع زمان آپدیت برنامه رو میگه که حالا هر چند ثانیه یک بار قرار آپدیت بشه. تو بخش آخر هم خیلی ساده است، بازگشت به حالت اولیه تمام نمادهایی که ساخته شده برای در واقع جفت ارزها رو اگر یک زمانی شما نخواهید میتونید با فعال کردن این گزینه و اوکی کردن همه اونها رو پاک کنید. ضمن اینکه شما همواره به نمادها دسترسی دارید. اگر روی مارکت واچ کلیک راست کنید و سیمبل رو بزنید دوستان، در بخش کاستوم متا تریدر یه گوشه ساخته شده به نام شیراز نووب دات آی آر که اگر روش کلیک بکنید شما یک کوکوین آنلاین میبینید. تو بخش کریپتو ها میبینید تمام نمادهایی که اینجا اضافه شده رو میتونید ببینید، اضافه بکنید به چارت یا حتی حذفشون بکنید. گزینه آخر تنظیمات بخش تنظیمات سرویس هست که 4 تا بخش داره. شما بعض وقتا دوست دارید فقط روی یک نماد خاص در واقع به روزرسانی انجام میشه، کافیه اسمش رو به صورت دقیق اینجا بنویسید، اوکی کنید، اون موقع فقط سرویس روی اون نماد فعال میشه. یا اینکه میتونید انتخاب بکنید که آپدیت بر روی فقط مارکت واچ باشه یا نه ارزهایی که حتی توی مارکت واچ نیستن هم مدام آپدیت بشن که واقعا توصیه نمیشه. صرفا میتونید سرعت کار رو بیارید پایین، وگرنه شما معمولا به آپدیت نمادهایی نیاز دارید که در مارکت واچتون قرار داره. گزینه بعدی این هست که بحث اجبار برنامه به این که خب در واقع در هر حالتی نماد رو به روز رسانی کنه. اینو توجه کنید، برنامه
در واقع به 2 صورت نمادها رو آپدیت میکنه. یک بار در طول روز تاریخچه نماد رو آپدیت میکنه و در هر ثانیه در واقع این دیتاهای جدید رو دریافت میکنه که شما واقعا نیازی به تغییر این تنظیمات ندارید و صرفا به عنوان یک آپشن گذاشته شده. و گزینه آخر هم این هست که در واقع بعد از اینکه به روز رسانی انجام شد آلارمی به صورت مسیج بیاد که باز هم چون هر ثانیه داره این اتفاق میفته واقعا نیازی به این کار هم نیست. شما عرض کردم تمامی اطلاعات برنامه رو میتونید در لحظه اینجا ببینید. الان یونی سوپی که ما اضافه کردیم الان در این بخش اضافه شده و شما به راحتی میتونید ازش استفاده بکنید. در خصوص آپدیت برنامه هم بگم این برنامه چون به صورت آنلاین هست هر زمان آپدیتی اتفاق بیفته مسیجی برای شما توی صفحه متا تریدر میاد و بهتون میگه که برید از سایت شیراز نوویو همون حساب کاربریتون فایل آپدیت شده رو دانلود بکنید. یعنی دیگه مشکل اون سرویس های آفلاین رو نداره که بخواید در واقع براتون ارسال بشه. هر زمان هر تغییری ایجاد بشه و ورژن برنامه تغییر بکنه شما بلافاصله پیغام دریافت میکنید و خودتون میتونید از بخش حساب کاربریتون این در واقع آپدیت رو دریافت بکنید. امیدوارم که از این سرویس استفاده بکنید و براتون مفید باشه. خوب و خوش باشید. خدا نگهدار.